سازمان دنیای زبانها که به حمایت حقوق مهاجران در روسیه مشغول است، جایزه سالانه‌اش بهترین شخص دست به خیر سال 2021 را به فردوس نعیموف، یک صاحبکار تاجیک مقیم شهر مسکو تقدیم کرد. در مراسم تقدیم جایزه ها این جایزه را به حامی حقوق مهاجران تاجیک محمد صابرов سپاریدند. یک نماینده دنیای زبانها هنگام سپاریدن جایزه دست به خیر سال گفت خودش زاده ازبکستان است ولی به تاجیک‌ها حسد میبرد، چون که آنها نفر به مثل فردوس نعیموف را دارند که او را به کار خیر دعوت کردن اصلا ضرورت ندارد. خودش همیشه به انجام کارهای خیر حاضر است و همیشه خودش دست کمکش را پیشنهاد میکند. فردوس نعیموف در شهر مسکو مؤسس و مدیر کل شرکت نقلیاتی روسموسترانس می باشد. این شرکت به کشاندن بار در قلمرو روسیه و بیرون از آن از جمله به تاجیکستان مشغول است. فردوس نعیموف را یک صاحبکار دست به خیر توصیف میکنند که همیشه به کمک مهاجران تاجیک و هموطنان نیازمند میرسد، ولی حامیان حقوق مهاجران در روسیه میگویند فردوس نعیموف بین مردم نیازمند فرق نمیگذارد و نه فقط به هموطنان خودش مهاجران از تاجیکستان کمک میرساند، بلکه به هر نفری که با امید دستگیری درش را میکوبد دست یاری خود را دریغ نمیدارد. سازمان دنیای زبانها از جانب حامی شناخته حقوق مهاجران زاده تاشکند والنتینا چوپیک تأسیس یافته یکی از سازمانهای قوی‌ترین در عرصه حمایت از حقوق مهاجران در روسیه به شمار می رود. والنتینا چوپیک را ماه اکتبر هنگام بازگشتش از سفر ارمنستان به قلمرو روسیه راه ندادند و در فرودگاه شرمتوف دستگیر کرده به ارمنستان اخراج کردند. با او گفتند که از مقام گریزه در روسیه محروم کرده شده برای 30 سال یعنی تا سال 2051 از حق ورود به قلمرو روسیه محروم کرده شده است. ولی سازمان تأسیس داده وی دنیای زبانها همچنان به فعالیت خود در عرصه حمایت از حقوق مهاجران در روسیه ادامه می‌دهد.